در این ویدیو میخوایم در مورد درد کمر هم بزنیم. درد کمر یکی از دردهای که اکثریت از او شکایت دارد. چندین دلیل میتونه باعث درد کمر شود. میتونه دیسک باشه، میتونه از ضعیفی عضلات کمر باشه، میتونه سیاتیک باشه، میتونه برای بزرگسالان میتونه حتی تغییر در ستون فقرات میتونه باعث درد کمر شود که روی عصبهای کمر فشار میاره. میخوایم امروز چند تا حرکت براتون نشان بدم که باعث میشه درد کمر کنه، درمان کنه یا هم باعث کاهش درد کمر شود. حرکتی که میخوایم براتون نشان بدم این است که شما میتونید به سادگی مثل که برای عبادت یا سر نماز میریم در این حالت خم میشین، پایتون به اندازه شانه، دست میتونید روی پا قرار بدین پایین، بدن میاری پایین، عضلات باسن میزنید پشت که باعث کشیدگی در عضلات باسن شود تا گرفتگی که در عضلات باسن است و فشار روی کمر میاره کاهش پیدا کنم. این ابتدایش است و شما میتونید این حرکات 4 ست یا 4 بار در انجام بدین، 10 تا 12 بار. حتی میتونیم با وزن بزنیم. اگر اون خیلی ساده بود وقت تمرین کردین، بعدش میتونیم با وزن بزنیم. وزنه که میتونید یک باکس قرار بدین پیش رویتون که اگر وزن زیاد سر کمرتان فشار میاره، وزنی که مناسب باشد، زیاد سنگین نباشه، باز دو طرف باکس قرار بده، دقیقاً یا بدن تا پایین با سمت میزنی بیرون. و حالا اگر اون آسان تر بود، مثلا حرکت براتون آسان تر بود، میتونیم باکس پس کنی، میتونی رو زمین انجام بدی. باید کشیدگی روی عضلات باسن، روی پشت پا کمتر احساس کنی. و میتونه اگر شما در ضعیفی عضلات داشته باشین، میتونه عضلات کمرتون اسپازم کنه در 3 یا 4 حرکت که مثلا 10 تایی میزنین. مشکل نیست، میتونین تمرینات ادامه بدین. یکی از حرکات است. حرکات دیگه که میتونیم برای شکم انجام بدیم، باید شکمتون عضلات شکمتون قوی کنیم. میز یا هر چیز دیگه که در خانه داریم، حتی در دیوار میتونیم استفاده کنیم. و این ابتدای حرکات است. شروعش از اینجا مثلا میتونیم، حتی بعد میتونیم روی زمین اینجا میتونیم براتون انجام بدیم. بازو مثلا قسمت آرنج داره، میتونیم اینجا بگذاریم روی میز، نگه دارین 30 تا 45 ثانیه بشمارین، نگه دارین. 4 بار همین حرکت انجام بدین تا عضلات شکمتان قوی شود. و همون حرکت اگر میبینیم برای ما آسان تر است، دقیقاً میتونیم روی زمین انجام بدیم. اینو هم میتونیم مثلا 30 تا 45 بار بشماریم، نگه داریم اونجا. کوشش کنیم کمر ما مثلا در قرار نگیره، کمر عضلات شکم رو جمع کنی، صاف نگه دارین کمرتونه. ابتدا از اونجا شروع میکنیم، میتونه حتی روی زمین انجام بدیم یا روی زمین انجام بدیم حرکاتا. فعلا همین دو حرکات انجام تمرین کنیم، ببینین چطور است برای کمرتان. بعد نظرات با ما شریک کنیم، میتونیم در ویدیوهای دیگر براتون حرکات بیشتری در خدمت شما قرار بدیم.